در حالی که همه ناامید شده بودن در اردوگاه سپاهان. حالا این موقعیت ببینیم، نور افکن روی پای راست، یه ارسال، موقعیت برمیگردونه پیام. سیو محشر پیام نیازمند نگه میداره پرسپولیس را در این مسابقه. موقعیت برای سروش رفیعی، آفساید یا نه؟ ببینیم اورونوف، دانشگر کامل گرفت اورونوف رو. اگه آفساید نبوده باشه که اخراج داشت حتما. چرا این مسابقه اینجوریه؟ یه دقیقه انقدر بالا و هیجان انگیز، 10 دقیقه 20 دقیقه کامل خوابیده. اخراج محمد دانشگر. ببینید اصلا آفساید که نمیتونست باشه، چون از زمین خودشون حرکت کرد. یه جورایی آریام آفساید رو پر کرده بود، دانشگر دیگه مجبور بود بگیره استون اورونوف را. حالا دانشگر را هم نداره مقابل گلگهر.